چی شد امیربانی چی شد؟ که باش گریر آواز میکنم. گریر آواز. خب بیا خیر ما شما شروع میکنیم. نه. وطندارای ناظرینم رسیدیم بخیر به آخرین نقطه صفری دره پارنده که آخرین جایش است که دیگه از چی میکنی آقا بچه؟ رسپانم من ایسو کلاج کردم کله را پیزدی دلم بود من میگم چی بود که آمد از سر از این طرف خیر ببینید به گفته روانی جان دره آروسا دیگه واقعا که دره بسیار مقبول بود. شما نازنینان دیدین رفتیم در خریجات شام گشتیم با مردم هم صحبت کردیم براتون به تصویر کشیدیم شما هم دیدین دیگه تا فعلا این رسیدیم بخیر دیدیم اینجا میخوایم خیمه بزنیم دیگه هوا فوق العاده هم سرد است. ما دیگه خود به غیرتک گرفتیم فکرتان باشه کی هم دیگه شب هم اینجا میخوایم سپری کنیم. بله خیر ببینی دیگه با گفته لالا رافی که به آخرین نقطه دره پارنده رسیدیم دیگه اینجا یک میدانیگه که از دوستا خواستیم که شب همیجا بخیر تیر کنیم بخیر بخوبی مگه موام بسیار زیاد سرد است لالا رافی که میبینید دوستا ما خدا یک رقم پیچاندیم. چطور بیادر شما گپ بزنیم وقت میربونیشون کمک شما تیز کمی خیمه بیاره بزنیم که کلا خدا تو را خیر و تمام میگه برو بخیر برو بخیر. هوا اگرچند که سرد است به خاطر که ارزش اینمی طبیعت ارزش اینمی مقبولی و زیبایی را داره دیگه ما هم تحمل میکنیم شما هم لذت ببرین از این یک جای. سردت نشده لالا رافی؟ چطور نشده اینمیان تو قرخت موندیم خدا یک رقم با غیرت گرفتیم. با غیرت گرفتیم. السلام علیکم. دیگه ما یک رقم از بس که مرا دوستا لرزه گرفتم ما مثل رافی جان خود با غیرت گرفتیم مگه دندانو سر دندانو میخوره بیا خیر باشه خیر ما هم امروز میاد دست به کار شدیم دیگه. بخیر بیا چطور بگیرید بچه‌ها. ما گفتم سر خط بیس پارچه مساسنگ جیر قوم گرفت بره خیر خوب شد کسی اگار نشد. بگیری انت بلند کو بس این همیشه بانش تایست این همیشه از اینجا میکشیم چیزاشو. صبر لالا صبر کم پلار دا اینجا پرته یک کش کو خلاص بس کو کلکتا یارم بکشین پرتین اون طرف. اوه چی شد؟ چی بیا کل چیز تر شده چی میگی تو؟ ربانی کلش تر کی تو خیربانی گپ باران بود او راست میگه گناهی مخواه نه گناه ربانی نیست مذاق داره. اول مو فرشک او در زیر است. زیر از بامون کوتر پرتی در سر شونای ما پرتین کم پلوره بیا خیر اینجا میمونه اینجا میشه مونده باش که بیا امو چی در زیر